پسر علامه امینی میگه بابام که مرد دوست داشتم خوابشو ببینم. 1 سال شد ندیدم، سال دوم ندیدم، سال سوم ندیدم، سال 4م ندیدم، سال 4م که تموم شد بابا یه شب خوابیدم. آقا جان کدوم عمل دستتو گرفت بابا؟ علامه امینی ها. بابا القدیر دستتو گرفت؟ گفت نه پسر. کتابخونه امیرالمومنین که نجف ساختی بابا؟ بابا کدوم عمل تو رو نجات داد خیلی به دردت خورد؟ گفت زیارت حسین کربلا. گفتم بابا ما چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم بریم کربلا، موقعم راه بسته. فرمود پسرم هر کجا روضه حسین برو بشین گریه کن، همون مقام رو فردای قیامت حسین بهت